این دختر خاله من با یه قوطی وازلین چه کارا که نمیکنه. وقتی موجا یا ابروهاشو رنگ میکنه دورشو وازلین میزنه. میگه اینطوری دیگه پوستت هم رنگی نمیشه. به من میگه بیا یاد بگیر این چیزا رو، اگر بلد باشی دیگه پول به لوازم آرایش نمیدی. وازلین رو با سایه پودریش مخلوط میکنه و یه بالم لب درست میکنه. یا اینطوری از رژ لباش برمی‌داره با وازلین قاطی میکنه، یه مقدار با سشوار حرارت میده تا کاملا با هم مخلوط بشه. میگه اگه میخوای لبای صورتی و خوشگل داشته باشی وازلین رو با زردچوبه مخلوط کنه هر شب رو لبات بزن. یا اگر میخوای یه پوست نرم و لطیف داشته باشی و خشک نشه وازلین رو با آلوورا با هم مخلوط کنه به دست و پاهات بزن. این ترفندش که عالی بود. برای خشک‌فوم کردن ابروها وازلین رو اینطوری آب کرد، بعد با پودر کاکائو مخلوط کرد و توی ظرف گفت با یه بارش ابرو به ابروات بزن بعد ببین چقدر عالی میشه. به من میگه عسل با وازلین با هم مخلوط کن بعد ببین لبات چقدر خوردنی میشه. لعنتی چیو بلده ها. روی سر لاکش هم اینطوری وازلین میزنه تا راحت بتونه درشو باز کنه. یه روی در چسب قطعه‌ای هم اینطوری وازلین بزن تا راحت باز بشه. روجاش که تموم میشه اینطوری توش عطر میریزه و یه مقدار وازلین رو هم میزنه میذاره داخل یخچال. راحت هم میذاره توی کیفش هر چه دلش بخواد استفاده میکنه. یا اینطوری داخل هم خود قوطی میریزه و استفاده میکنه، یا میذاره داخل آب جوش وقتی که آب شد داخلش عطر میریزه بعد تو قوطی مامش که تموم شده میریزه و استفاده میکنه. خدایی حقشه. برای دختر خاله من یه لایک خوشگل بزن. آیدیشو تو کپشن گذاشتم، حتما برو فالوش کن تا ترفندای دیگه‌شو ببینی.